الو سلام السلام علیکم. علیکم استاد. علیکم السلام ورحمة علیکم السلام. کمتر از موضوع بیرونی که خیلی همین سوال گیله خواهش میکنند همین میدونی بدم. من студент медицинского факультета بیمارخانه روسیه و کار میکنم травматология. همین بعضی پациент ها اینجا میبیان то есть و ما سعیم کورس به как санитар یاردم میتیم медсестрою духтурове به حساب ما аврати занҳоям мардҳоям мебиним. сони ҳозир шиштум курси тамом кунем ҳам духтур мешавем. ҳамахе вай дидани аврат кадом касби духтурия интихоб кардан барои лични худам нағз мешавад. ҳамин бе равшанӣ меандохтид нағз мешуд. خب اصلا یعنی بی ضرورت نظر کردن به عورت بیگانه حتی مرد باشد هم اجازت نیست. نه فقط عورت زن و عورت مرد بیگانه هم نظر کردن ممکن نیست، منع است، مگر هم در حالتهای ضرورت مانند طبیبی که باید همونجاش طبابت کند جای ممنوع را. اصلا زنها باید به نزد زنها رود، مردها به نزد مردها. خب اما که حال دانشجو هستید و مجبور هستید به هر حال اول خانه‌دار شوید تا اینکه شما را این کارها برده به گناه نرساند. دومش در آینده وقتی که طبیب میشوید برای خودتان یک جانبی را انتخاب کنید که از گناه دور باشد. دیدن عورت زنها یا عورت مردها این فتنه هست. یعنی آدم شاید به همون گرداب خودش کشاله کند. مردی که هر روز عورت زنهای هر خیله رو میبیند او توجهش به همسر خودش کم میشد، زندگیش بیمزه میشد، قدر نعمت الله تعالی رو نمیداند و این چیز معروف است. مثال طبیب ها، خاصتا طبیب های فاسق، طبیب های بیدین نقل میکنن امروز به نظرم فلان مزاج آمد، چونین شکل داشت، چونین وعی داشت. اینا همه گناه هست. نقلی چیزی که در تنهایی دید است با مزاجانش مثال اینها رو نباید نقل کرد. دویمش این که مثال بعضی طبیبای در جاهای مایم بود آخه در تولد خانه یا گینیکولوگ شده کار میکنه مردک. خاصتا آدم مسلمان باید این که نگیرید این کسب برای خودتان. آخه بعضی بدبخت ها قصدن میگیرن. بگذار زنها اینو تعلیم گیرن. همین خیل برادر دانستن خوب است هیچی که پی نداره، لیکن عمل کردن در همین خیل ساحه ها در جایی که زن است، در جایی که فتنه هست، در جایی که کشادن عورت است، از اون جاها دورتر ایستید بهتر است برای حمایه دینتون. برای اینکه آدم گناه کردن گیرد، وقتی که آدم گناه میکنه در قلبش یک نقطه سیاه پیدا میشه و گناه طبیعتی دارد که آدم رو به خواهر خودش دعوت میکند. یعنی یک گناه دو گناه میشد. گناه به گناه دعوت میکند. وقتی که یک بار گناه کرد جزای اون گناه با گناه میشد. الله تعالی شما رو دیگه نگون نمیدارد. بعد اون نقطه دو نقطه میشد. حتی گفتن اون قلب سیب سیاه میشه مانند جگر دیگر خون دلی که سرخ و تازه و کشاد بود مبدل به دلی سیاه میشه. کلکوزی مجخیا مانند کوزه‌ای که چپه گذاشته شده به زمین و او آب نمیدارد دیگه. یعنی سخنی نیک، سخنی امر معروف، سخنی الله تعالی تاثیر نمیکند. گناه آدم خار و ذلیل میکند. گناه آدم بدبخت میکند. گناه کثافت است. حرکت کنید از تمام نمود گناه ها دور ایستید. کدام گناه با اگر مبتلا باشید همون گناه در مقابلش حلالش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که فانها احسن للفرج اغض للبصر و احسن للفرج. زن گرفتن چشم را برای نگاه داشتن از گناه یاری میدهد و اینچنین فرج را از گناه نگاه میدارد. یعنی زنی حلال خودش باشد آدم چشمش سیر میشه و عورتش هم آرام میشه. بنابراین از گناه دوری جوید، چون که گناه حالی نمیفهمد آدم کردن میگیرد بعد یه روزه میشد که شل میشد، یه روزه میشد که نابینا میشد، یه روزه میشد که دردی
شکم و درد میان و درد سر و درد پا میشد. روزی میشد که به حاجت خانه رفته نمیتوند. روزی میشد که یک پیاله چای از جاش خسته گرفته نوشیده نمیتوند. داد و فیغان و ناله میکنه. کسی یافت نمیشد که به او کمک کند و همون روزا پشیمانی ها فایده نمیدهد. بنابراین اعضاء حفظناها لله بالصغر، این اعضاهایی که ما اینا در خردسالی به خاطر الله حفظ کردیم، از گناه نگاه داشتیم، فحفظها الله لنا فی الکبر، امروز بزرگسال شدیم و الله تعالی این اعضاهای برای ما نگاه داشتن. بعضی بزرگها بنابراین اگر اعضاهای از گناه نگاه دارید، الله تعالی یک چیز حرام کرده باشد، در مقابلش چیزهای حلال بسیار کرده است. همون حلال ها برای آدم کفایتی میکنند، یعنی رسنده و بسنده است. درست است که چشم سیر نشود، بعضی آدمای چشم گشوده، لیکن اعضاها سیر میشد از حلال. بنابراین اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک دعای مأثور است. ای پروردگار، مرا با حلالت از حرامت کفایتی کن، یعنی مرا با حلالهات تامین کن که از حرام دور مانم. دعا میکنید. و هر حال آینده هم کار کردنی شوید، در یک جای کار کنید که کلینیک شخصی باشد، مثلا برای زنها طبیبان زن کاربر میمونید، برای مردها مرد. زیر دست دیگر کس کار کردن به خودتان در نقشه نگیرید، خاصتا جوانها. کمک وقتاتون احتیاط کنید، اسراف نکنید در اینترنت و بیهودگی. به علم صرف کنید، یا آدمی بزرگ میشید، یا آدمی میشید که صدها نفر در زیر دستتان کار میکنند به قدر اجتهادتان. اگر کوشش و غیرت کنید، وقت ضایع نکنید، هزارها میلیون ها آدم در زیر دستتان کار میکنند، از شما استفاده میکنند. اگر یه آدمی بی اهمیت باشید، در زیر دیگر آدم خواب بسیر نیستید، هستید، باید ساعت 8 باید روید، نروید دیر میکنید، حقارت میکند، دشنام میدهد، شما دیگه اجرا کننده وظیفه هستید. چون که در وقتش شما وقتتون رو ضایع کردید، در وقتش خوب نخواندید، در وقتش کله کار نفرمودید، نقشه نکشیدید. یعنی از جوانها باید دورتر بینید. اما بعضی روایتایی که علموا اولادکم غیر زمان الذی تعیشون فیه، فرزنداتون را به یک زمانه آماده کنید که در اون زمانه شما زندگی نمیکنید، یعنی با آینده دور فرزندای تربیه کنید. خودتون هم خیلی، یعنی آینده دورتر بینید، عینی حال که زندگی نکنید. بله.